امروز تو این ویدیو یاد میگیریم که چطوری میشه اینطور اسلاید انیمیشنی گرافیکی رو با پاورپوینت ایجاد کرد. پس اگر میخوای اینطور اسلایدهای خفنی رو ایجاد کنی با من همراه باش. سلام رفقا، این ویدیو هم یه ویدیو فلبدا هست ولی احتمالا پیشنمایشش رو توی چند ثانیه اول ویدیو قرارش دادم. خب بریم شروع کنیم. میریم تو قسمت اسمارت آرت، تو اینسرت اسمارت آرت رو انتخاب میکنیم. اینجا یه طرح رو براش میتونیم انتخاب کنیم. من ترجیح میدم این طرح هم تو این ویدیو دایره‌ای باشه. این رو انتخاب میکنم، تعدادش رو میذارم 4 تا، زیادم نباشه. حالا میتونید شما بیشترش هم کنید. میام اسمارت آرت هم رو تبدیل میکنم به یه شیپ، آن گروپش کنم. البته احتیاجی هم نیست آن گروپش کنم. این انتخاب میکنم میارم اینجا، این مرکز قرار میگیره. حالا الان گروپ هرم. حالا میام الاینش میکنم به مرکز، اندازشم بزرگتر کنم. الان خوبه. میام یه دونه شیپ دایره دیگه هم ایجاد میکنم، میذارم مرکز این حالتی که هست. بعد شیفت رو بگیریم. خوبه. از این 3 تا کپی میگیرم، عالی. این شیپ زیری رو میام آن گروپش میکنم. حالا به ترتیب شیپ زیری، شیپ روی رو انتخاب میکنم، مرجشون میکنم، سابسترکت رو انتخاب میکنم، بقیه هم به همین صورت. سابسترکت و تمام. حالا اینو یه بار دیگه انتخاب میکنم، همشو گروپش میکنم، یکم میچرخونمش که اینطوری باشه. الان خوبه. بازم یه آن گروپش میکنم. حالا میرم چند تا عکس انتخاب میکنم. برای عکسم سایت هایی بهتون معرفی کردم که میتونید عکس های با کیفیتی ازش دانلود کنید. حالا من اومدم چند تا عکس دانلود کردم قبلا، الان همونا رو استفاده میکنم. خب کجا بودن عکس‌ها؟ اینجاست. کپی پیستش میکنم میریزم اینجا، اندازش رو کوچیک‌تر میکنم. عکس رو میارم اینجا. حالا میبرمش تو بک‌گراند، عکس رو انتخاب میکنم، شیپ رو هم انتخاب میکنم. تو قسمت مرج اینترست رو انتخاب میکنم. به همین منوال بقیه عکس ها هم میارم داخلش. این هم از این عالی شد. یه بار دیگه همه رو انتخاب میکنم، گروپ میکنمش. البته قبل از اینکه گروپش کنم همه رو میام انتخاب میکنم. اینجا این گوشش رو میگیرم و یه کمی فاصله میدم بهشون. الان خوب شد یا نه؟ یه بار دیگه. الان خوب شدش. حالا از همین اسلاید کپی دیگه میگیرم، همه رو انتخاب میکنم، اینجا گروپش میکنم، میارمش این گوشه، اندازش هم کوچیکتر میکنم.
اینجا عالیه. حالا بازم گروپش میکنم، این رو میارم بزرگتر میکنم، میارم اینجا که مثلا الان داریم راجع به این عکس صحبت میکنیم. حالا تو انتخاب عکس زیاد توجه نکردم به هم مرتبط باشن، فقط برای آموزش این عکس رو انتخاب کردم. اندازه‌اش رو بزرگتر میکنیم میذاریم اینجا. عالی شد. ویدیو فلبدو هست دیگه. کنترل زد میزنم یا حالت قبلی. از همین یه کپی دیگه میگیرم، میام اسلاید بعدی، اسلاید بعدی و اسلاید بعدی، 4 تا ازش کپی میگیرم. خب حالا اینو انتخاب میکنم و میارم بزرگترش میکنم. نوبت میرسه به اسلاید بعدی، گروپ میکنم همه رو، میچرخونمش، عکس بعدی بیاد. آن گروپش میکنم. حالا یک عکس رو انتخاب میکنم، اینو بزرگ میکنم. عالی. به همین منوال اسلایدهای بعدی. خب این عکسی که حالا اینجا هستش الان یکم زاویهش بده چون که برعکس شده زاویه موتور. دیگه باید به این موارد توجه کنیم. الان چون که ویدیو آموزشیه درستش نمی‌کنم، وگرنه درست کردنش کار خاصی نداشت. بذارید همین الان نشون بدم چطوری میتونیم حالا عکس رو بچرخونیم قبل از اینکه مرجش کنیم. الان یه عکس رو از همینجا بیام انتخاب کنم. این عکسمونه. اینجا تو قسمت پیکچر فرمت خیلی راحت میتونیم انتخاب کنیم و بچرخونیمش. زمانی که من میخواستم عکس رو بیام مرج کنم بعد اینطوری میکردم. حالا مهم نیست، اینجا همینو میام اینجا جایگذاری میکنم. خیلی هم عالی. بیایم یه کار دیگه هم انجام بدیم، یه شیپ انتخاب کنیم. البته میشه بک‌گراند اسلایدامونم از همین عکس‌ها بذاریم. آره خیلی خوب میشه. میام روی قسمت فرمت بک‌گراند، پیکچر اور تکسچر انتخاب میکنم، اینسرت رو انتخاب میکنم. اینجا میرم دنبال عکسایی که دارم. این عکس موتوره بود. موتوره چون که حالتش پورتریت بود، تو این حالت که افقی خوب نمیشینه. چیکارش کنیم که خوب بشه؟ ریست بک‌گراند رو میزنیم. این عکس هم بودش. خودم میام کراپش میکنم خیلی راحت دستی. یه بار دیگه اینسرتش میکنم. الان خوب شد. برای اینکه مشخصم بشه ترانسپرنسیشو یکم بیشتر میکنم. بذارم 30% ببینیم چطوری میشه. 30% خوبه. حالا اگه بذاریم 40 هم خوبه. بذاریم همین 40 باشه. آره تازه میتونه بیشتر هم بشه. بذاریمش 50. خوب شد. الان یه تستی کنیم، حالا 70 خیرش رو ببینه. آره الان خوبه.
اینجا هم یه شیپ برمیدارم برای متنی که میخوایم داخل اسلاید اون بنویسیم. گوشش رو یکم گردش رو کم میکنم. این خوبه. اوتلاینش رو برمیدارم، رنگش هم سفید میکنم، ترانسپرنسیش هم بذاریم 30 ببینیم چطوری میشه. خوب نشد. 50 هم خوب نشد. 90. رنگ سفید بهش نمیاد. رنگش رو یه حالت تیره تری میذارم. ترانسپرنسیش هم میذارم 60. خوبه، بدک نیست. حالا این متنی هم میذاریم برای عنوانمون. عنوان 4. راستچینش میکنم. فونتش هم میذارم مربع. بولدش میکنیم، اندازه‌اش بزرگتر میکنیم. اینجا رو باید این متنی بذاریم. میتونیم از متن لورن استفاده کنیم. تو اینترنت سرچ میکنیم لورم ساز. همینو کپی میکنم میذارم اینجا. راستچین. فونتش هم عوض کنیم. بریم راحت اسلاید شو. عالی. یه تست کنیم حالا اگر رنگ عنوان رو رنگ دیگه بذاریم چطوری میشه. حالا از همینو کپی میگیرم و میذارم برای اسلاید بعدی من. بک‌گراند بقیه هم انتخاب میکنم. و تمام. بریم نگاه کنیم چطوری شده. البته برای اینم یه بک‌گراند انتخاب کنیم. چه بک‌گراندی میتونم برای انتخاب کنم؟ بیام براش یه دونه گرادینت بذارم. طبق معمول میرم تو سایت گرادینت شیپ فکتوری. اینجا یه بک‌گراند روشن براش بذارم. چه بک‌گراندی بیشتر به حال هواش میخوره. بک‌گراند طیف این خوب، شاید خوب باشه. انتخابش میکنم و رنگاشو میذارم اینجا. بدک نیست، میتونه بهترم باشه. نوعشو بیام بذارم از نوع چطوری باشه. رادیال باشه. اینطوری. میتونه بنفشیش هم بیشترتر باشه. خوبه. یه عنوانم میتونم اینجا بذارم. خوبه الان عالی شدش. میتونیم به متنمون هم حالا یه تغییراتی بدیم. بک‌گراند نه جالب نمیشه. سایه بهش بدیم. خب اسلاید آخر انتخاب میکنم، اسلاید اول انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم، همه انتخاب میشم، میریم تو قسمت ترانزیشن ها، مورف رو انتخاب میکنیم. به همین راحتی تونستیم اسلایدمون رو اینطور حرفه‌ای ایجاد کنیم. اگر از این سبک آموزش ها خوشت میاد چنل رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن که انگیزه‌ای برای من باشه ویدیوهای بیشتری رو تو این زمینه براتون درست کنم.